نه. خب، با سلام مجدد. من صفحه رو گذاشتم خدمتتون در اینجا که رؤوس مطالبی رو که تا حالا صحبت کردیم و از این به بعد میخوایم صحبت کنیم به صورت برجسته نوشتم اینجا. من میخوام بگم که اول اومدیم گفتیم ما تعریف میخوایم بکنیم، ولی تعریفی رو که میخوایم به دست بدیم از رشته‌های معرفتی تعریف معرفت شناختیه. و اگر خاطرتون باشه من در جلسات قبل گفتم که شما و ما انسان‌ها و میتونیم و این کار کردیم که هم اسم گذاریمون جنبه‌های مختلفی داره و هم شناختمون. مثالی رو که زدم خدمتتون مثال اتومبیل هست. ببینید شما وقتی میخوان اسم بذارین برای اتومبیل، اگر منظورتون اولین، یا اینجوری بگم، اولین اسمی رو که برای اتومبیل گذاشتن بود horseless carriage، یعنی گاری بدون اسب. منظورشون بیشتر توجهشون از اون نظر. بعد اومدن گفتن این اتومبیل هست که ما تو فارسی ترجمه کردیم به خودرو. منظورش این که خودش میره. بعد یه جایی گفتیم اسمش ماشینه که منظور همون انجین داشتنه. اینا من میخوام بگم هر کدوم از این تعاریف و هر کدوم از این اسمگذاری ها منظر خودشون. چرا من دارم اینو میگم؟ من میخوام بگم ما تو این جلسات داریم تعریف میکنیم که ادیان چی هست، تعریف ادیان چیه یا تعریف دین چیه به طور کلی، تعریف فلسفه چیه، تعریف عرفان چیه، تعریف علم چیه، منتها از نقطه نظر معرفت شناختی و معرفت شناسی ما بخوایم این تعریف ها رو انجام بدیم. به طبع همجور که متوجه عرایزم هستیم، حتما این ادیان، فلسفه، عرفان و علم تعاریف دیگه هم دارن. یعنی فرض بفرمایید که شما میتونین برای ادیان یک تعریف ایقانی هم به دست بدیم، یا برای عرفان همینجور. ولی ما منظورمون اونا نیست. ما فرض کنیم برای دین شما میتونین یک تعریف اجتماعی هم بگید، یا حتی برای علم یا برای فلسفه یا حتی برای عرفان. ولی ما هیچ کدوم از اونا منظور نیست. ما منظورمون و تو این جلسات اینه که یک تعریفی رو از یک تعریف معرفت شناختی از این رشته هایی رو که ما اسمشون یعنی ما نه اسمشون هست رشته های معرفتی به دست بدیم. و همینقدر که ما داریم به اینا میگیم رشته های معرفتی، یعنی داریم چی؟ یعنی داریم ما یه نگاه معرفت شناسایی به اینا میکنیم. خب با این توضیح اولین تعریفی رو که من رو صفحه دارم هست تعریف عرفان چیست. من جلسه قبل مشخصا عرض کردم خدمتتون. تعریف خیلی خلاصه و مفید عرفان روایت تجربی از حقیقت هست. عرفان روایت تجربی هست از حقیقت، یعنی این که شما اگر بیان، اما توی این تعریف ما باید بیان ببینیم منظور از حقیقت چیه. خود این حقیقت یک تعریف معرفت شناسی داره. میدونید که تعریف حقیقت، تعریف لغوی حقیقت در اصطلاح فرهنگ لغات
اینه که حقیقت آن چیزیه که باید باشه. این تعریف لغتی حقیقت. و تعریف واقعیت اون چیزیه که هست. اینا هر دو تعریف به اصطلاح لغوی و کتابی این داستان. منتها حقیقت چه در عرفان، چه در فلسفه و چه در ادیان منظور قایی یعنی خالق، یعنی اون حالا اسمشو میذاریم خدا، اسمشو میذاریم محبوب، معشوق، هر چی میخوایم اسمشو میذاریم. ما وقتی میگیم که عرفان، تعریف عرفان روایت تجربی هست از حقیقت، یعنی چی؟ یعنی یه آدمی که اسمش عارف هست اومده میگه من رفتم حقیقت رو تجربه کردم و اینجوری به حقیقت پیوندم. من تا همینجا هستم، بیام دو سه تا تعریف دیگر رو هم بهتون نشون بدم که مثلا تعریف فلسفه چیه؟ تعریف با این حساب نوشتم فلسفه روایت عقلی از حقیقت هست. یعنی آدم فیلسوف میاد با روش‌های عقلی حقیقت رو میخواد کشف کنه. و همینجا تعریف دین رو هم من بدم خدمتتون. بعدا من روی اینا کار دارم و میام باز بیشتر صحبت میکنم. تعریف دین اینه که دین روایت نقلی از حقیقت هست. یعنی فرض کنید من مسلمان، حضرت محمد اومده گفته من یک روایتی یک کسی به هم گفته، به هم الهام شده، به هم وحی شده و از حضرت محمد به ما به صورت نقل اون حقیقت منتقل شده. ادیان دیگه هم همینجور، مسیحیت هم همینجور، زرتشت هم همینجور، بودا هم همینجور. همه اونها یک روایتی رو از حقیقت میدن که جنبه نقلی داره. یعنی یک کسی بهشون گفت. همه فیلسوف ها یک روایتی رو دارن از حقیقت میدن که جنبه عقلانی داره یا با موازین عقلی میخوان برن پیداش کنن. و عرفان در این تعریف یک تجربه فردی هست. حالا داستان فقط فرقشون اینه. بذارید من این آخر سر تعریف علم هم بدم خدمتتون تا بعداً یه مقایسه با اینا بود. تعریف علم، تعریف معرفت شناسی علم وقت چیه؟ علم روش کشف واقعیت هاست. به طب اون ستای اول دنبال حقیقت هستن و علم دنبال واقعیت. به طب شما در علم چیزی رو به عنوان حقیقت ندارید. یعنی شما به یه عالمی برید بگید من دنبال حقیقت هستم، میگه من نمیفهمم شما به من چی. علم داره کشف میکنه واقعیت ها رو. یعنی چی؟ بازم مثال های مختلف زدم براتون. یعنی این که فرض کنیم اسید، قبل از اینکه ما اسید رو بشناسیم در طبیعت وجود داشته، آهن هم وجود داشته، اسید و آهن هم با هم قاطی می شدن، نمک درست می شده. ولی بشره اون شیمیدان ها اومدن در یه مقطعی رسیدن به این داستان و کشف کردن اینو. به طب ما کشفیات علمی داریم. علم هیچ چیزی رو از خودش در نمیاد. علم کشف میکنه روابطو. علم کشف کرده که قلب من چجوری کار میکنه. علم قلب منو درست نکرد. علم پزشکی اومده فهمیده قلب من چجوری کار میکنه
کجای بدنم هست، به کجا وصله، چه کار کنم حالش خوب باشه، چه کار کنم حالش بد باشه. یه سری دوا هم بعد درست کنم. به طبع علم با واقعیات کار میکنه و کشف میکنه، با کشفیات علمیه. به همین دلیل هم بود است که من اگر خاطرتون باشه چند جلسه پیش اومدم یک بحثی رو پیش کشیدم، اسمشو گذاشتم سراح حقیقت و چهار راه معرفت، که این واژه رو استفاده کردم که اینو یادمون باشه. سراح حقیقت ادیان و فلسفه و عرفان هستن که دنبال حقیقت می‌گردن. چهار راه معرفت هر چهار تای این رشته هستن که دارن دنبال معرفت هستن. حالا با این حساب ما باید ببینیم معرفت چیه. معرفت پی بردن به سوالات اساسی بشری. حالا این سوالات اساسی بشر یه جایی اینه که خدا چیه، یه جایی اینه که زلزله چجوری میاد، یه جایی اینه که چجوری سیل میاد، یه جایی اینه که فرض کنیم من چه کار کنم وضعم بهتر شه که میشه اقتصاد. تمام اینها میشه سوالات معرفتی و رشته‌های معرفتی. خب من با این توضیح که دادم اگر توجه بفرمایین اومدم این ستای اول رو با یه رنگ نوشتم، دین و فلسفه و عرفان و علم و سوا کردم، همه اینا رو جلوشون گذاشتم رشته‌های معرفت. خب ما اومدیم یه تعریفی از عرفان به دست دادیم. حالا بیایم بگیم که فرق عرفان با تصوف چیه؟ آره. خیلی سریع فرق عرفان با تصوف اینه که تصوف تجربه جمعی است، عرفان طبق تعریف یک تجربه شخصی است. باز برای اینکه یادتون بمونه اینو مثال زدم که اگر شما یک شاخه گل رو بذارین جلویتون و در مورد این شاخه گل، این گل رو چجوری کشفش کنین، چجوری پرورشش بدین، چجوری از چه خانواده هست، بهترین مدلی که میشه اینو پرورش داد کجاست، اینا رو شما به صورت جمعی میتونین یک کلاس بذارین و اینا رو یاد بگیرین، هیچ ایرادی نداره. ولی اون روزی که شما میاد گل رو میخواین تجربه کنید، یعنی بیان من گل رو بو کنم، بوی رو تجربه رو که من با بو کردن گل دارم، بعد با این تجربه رو که با شما دارین از بو کردن این گل یکی نیست و نمیتونه یکی باشه. مشکلی رو که حافظ با تصوف داره اینه که بین فاصله یکم از مولانا جلوتر تا زمان حافظ یک دفعه فوران خانقاه ها در ایران، مخصوصا البته تو تمام بلاد اسلامی، ولی ما فعلا هدف رو اسلام رو ایران داریم صحبت، زیاد شد و اینها ادعا میکردن که ما داریم در خانقاه ها عرفان یاد میدیم. حرف حافظ اینه که عرفان یک تجربه شخصیه و شما میتونید عرفان نظری رو به یکی یاد بدید ولی نمیتونید تجربه عرفانی رو به صورت گروهی انجام بدید. اون چیزی رو که شما به صورت گروهی میتونی انجام بدی اسمش دینه. اینجا نوشتم دین یک تجربه جمعیه. ما با هم میریم مکه، ما با هم میریم نماز جماعت، ما با هم میریم همگی با هم روزه میگیریم، تجارب جمعی داریم. دین از یک تجربه جمعی و گروهیه. عرفان طبق تعریف
یک تجربه شخصیه و اگر خاطرتون باشه گفتم که در همین مورد وقتی عطار میاد میگه 7 شهر عشق، یعنی در این 7 شهر فقط تجارب شخصی عطار بوده، نه کسی دیگه. شما اگر همون مسیر رو برین یه تجارب دیگه ای خواهید داشت، کما اینکه هیچ کدوم از این عرفا تجاربشون مثل هم نیست. من قبلا گفتم که مثلا جامی میگه 40 تا منزل هست، یا فرض بفرمان حافظ که میاد میگه این راه انقدر مشکلی که همون اولش 100 تا قدم آخرش هم معلوم نیست. یک عارف دیگه اومده میگه تمام این راه 2 تا تجربه است، یک پا رو خودت بذار، پای دوم پیش دوست هستی. میخوام بگم اینها نشون دهنده شخصی بودن تجربه عرفانه. و حرف حافظ به طب اینه که میگه شماها تو خانقاه ها نمیتونین تجربه عرفانی گروهی داشته باشید. میتونیم بیان بگیم که به همین دلیلم به لغتی درست میکنه بهشون میگه شما عجب خانقاهی داریم، یعنی مرور پیدا میکنیم، یعنی فکر میکنیم که میان بیرون از در خانقاه ها و فکر میکنیم که تجربه عرفانی داریم. تجربه عرفانی نیستیم. تجربه عرفانی شخصیه. حداکثر کاری که کردین شما یک تجربه عقیدتی شبیه دین رو تجربه میتونیم بکنیم تو خانقاه. این فرق بین عرفان و تصوف که همینجا اگر یادتون باشه جلسه قبل دکتر زیایی از دکتر سروش یک نواری رو برای من فرستاد، یک پستی رو فرستاد که دکتر سروش گفته بود اونجا حافظ نه عارفه و نه صوفی و بسیار خوب ما می‌بینیم حافظ صوفی نیست، ولی دلیلی رو که دکتر سروش آورده برای اینکه حافظ عارف نیست دلیل موجهی نیست. حرف دکتر سروش، اول دکتر سروش نیامده عرفان رو تعریف کنه که بعد ببینیم که عارف چیه، فقط داره میاد میگه چون اکثر عرفای ما، عرفای مشهور و شناخته شده ما زاهد هستند، به طبع عرفان و زهد و یک جوری هم دست در دست هم میدونه توی این تعریف دکتر سروش، در صورتی که اون مثالهایی رو که زده از عرفا، مثلا ابن عربی رو مثال زده یا فرض کنیم غزالی رو مثال زده. بله غزالی عارفی بوده که زاهد هم هست، ولی ابن عربی اصلا زاهد نبود، اصلا زاهد نیست. و من میخوام بگم که یا خود مولانا اون موقعی که مولانا شمس و ندیده بود و فقیه بود احتمالاً زهد داشت به معنی دقیق کلام، و منظور اون از زهد هم دوری از دنیاست، این که شما از اون چیزایی که باید به دست بهتون برسن و ایراد شرعی هم نداره شما دوری کنید، در صورت که مثلا ما خیلی از عرفا رو داریم که مال و منال زیادی داشتن. صدرالدین قونوی یکیش بغل دست مولاناست و ایشون تنعمات دنیایی رو داشتن، تنعمات مشروع دنیایی رو، و هیچ کسی هم در عارف بودن ایشون شکی نداره. به طب من میخوام بگم که وقتی شما یه ادعایی رو میکنید، هر کسی که هستید،
باید بیان اول اون موضوع رو تعریف کنیم، بگیم تعریف من از عرفان چیه، تعریف من از عارف چیه، و وقت با اون متر ببینیم که حافظ عارف هست یا نیست. خب از اینجا من بگذارم برم سراغ تعریف فلسفه هم یه سری بزنم و قبل از این که من برم تعریف های اینا رو بیشتر صحبت کنم، تا اینجا هستیم بذاریم من این موضوع انواع عرفان ها رو هم بگم. منظورم از انواع عرفان ها چیه؟ منظور من اینه که وقتی ما میگیم فرض کنیم عرفان اسلامی و میگیم عرفان مسیحی و میگیم عرفان کلیمی و میگیم فرض کنیم حتی عرفان بودایی، آیا به این دلیل ما میگیم که اون اشخاصی که عارف بودن و ما میشناسیمشون اینها مثلا فرض کنیم مثل شمیت ایشون یک عارف یا سنت فرانسیسکو یا حتی خود سنت فرانسیس، آیا اینها به دلیل اینکه مسیحی بودن ما به عرفانشون میگیم عرفان مسیحیت، یا فرض کنیم ما به این دلیل ما به عرفان اسلامی میگیم عرفان اسلامی که مثلا مولانا یا حافظ یا هر کدوم از این عرفا یا سنایی یا عطار، اینها چون مسلمان بودن ما به اینا میگیم اینا عرفان اسلامی دارن، یا نه عرفان اسلامی خودش یه تعریفی داره و بعد ضمناً وقتی که اون فهمیدیم فرق عرفان مسیحی و عرفان اسلامی و عرفان ایرانی چیه، اینا رو میخوام یکم روش صحبت کنیم و بعد برسیم به بقیه. کلا من این رو عرض کنم که وقتی ما میگیم یک رشته عرفانی رو ما بهش میگیم موصوفش میکنیم به یک دین، مثلا میگیم عرفان اسلامی یا میگیم عرفان مسیحی، به این دلیل نیست یا فقط به این دلیل نیست که پیروان یا بزرگان این مکتب اون دین به خصوص داشتن. درست به عکس داستان عرفان مسیحی یا عرفان اسلامی، اینها دغدغه های اصطلاح مسیحیت و دغدغه های اسلام رو دارن. حالا اسم دغدغه شاید خوب نباشه بگیم، اینها موازین اسلامی یا موازین مسیحیت، اگرم بخوام خیلی دقیق تر بگم باید بگم موازین فرض کنیم کلامی دین مسیحی، چون میدونیم که ما حالا بعداً در دین به این خواهیم رسید که هر دینی شامل قسمت‌های مختلف هست. دین مناسک داره، دین عبادت داره، عبادیات داره، دین مراسم داره، دین فرض کنیم فقه داره، دین اقتصاد داره و دین ضمناً کلام هم داره. تو انگلیسی بهش میگیم تئولوژی. من میخوام بگم که شما وقتی که میگین عرفان مسیحیت، منظورتون اینه که یک گروهی از عرفا که با کاربردهای مسیحی و با کاربردهای کلام مسیحی در پی تجربه کردن اون حقیقت مسیحی است. بذارین یکم بازش کنیم. میدونیم که یکی از اصول مسیحیت یا اصلی مسیحیت اینه که
مهدی جان ما رو ببخشید، من یه ویزیتور دارم، باید معذرت میخوام ازتون، خیلی منو ببخشید، مرخص میشم. قربانتون برم. ببخشید. وقتی که ما میگیم عرفان مسیحی و من باز برگردم، من داشتم اینو میگفتم که در هر دینی ما قسمت‌های مختلف داریم و به عنوان مثال مهمترین مشخصه مسیحی، و اگر ما بخوایم بگیم که تعریف مسیحیت چیه، تعریف مسیحیت اینه که هر کسی قبول کنه که حضرت مسیح خداست، این آدم مسیحی. و بعد همراه با این اون مسئله تثلیث هم پیش میاد که هست پدر و پسر و روح القدس. در صورت که در اسلام ما این سگانگی رو نداریم و توحید داریم. و حالا در اسلام وقتی میخوان بگیم یه کسی مسلمان هست از نظر کلامی، میان میگیم که هر کسی که میگه لا اله الا الله و اون سه اصل به اصطلاح توحید، نبوت و معاد رو قبول داشته باشه، این میشه مسلمان. و همینجوری که ملاحظه میکنیم من وارد مذهب نمیشم. به طب ما عرفان شیعه نداریم، ما عارف شیعه داریم ولی عرفان شیعه نداریم. عرفان کاتولیک و عرفان پروتستان نداریم. چرا؟ چون هم از کاتولیک ها و هم از پروتستان ها در اصل مسیحیت، مسیحی بودنشون که باور به این اصل که مسیح خداست مشترکه و عارفه هم از اونجا شروع میکنه. در اسلام هم همینجور. انواع و اقسام فرقه های مختلف اسلامی در اصل داستان که اون سه تا اصل اولیه است که توحید و نبوت و معاد هست، هیچ شک همه مشترکه. بعد اون وقت مذاهب مختلف چیزهای مختلف دارن، بعد فقه مختلف دارن و چیزهای مختلف. خب برگردم سر حرف اصلی. من میخوام بگم که عرفان مسیحی یا عارف مسیحی انسانی هست که با دستاوردهای مسیحیت داره میاد بره در جستجوی حقیقت هست و میخواد بره حقیقت رو اینجوری بگیم بهتره، حقیقت طبق تعریف مسیحیت اونو تجربه. یعنی به عبارت خیلی راحت‌تر وقتی شما میگید یه عارف مسیحی، اون میخواد بره روح القدس رو فرض کن تجربه کنه، در صورتی که در یک عارف اسلامی میاد میره و اون توحید و یکتاپرستی و اینکه فقط یک منبع هست رو تجربه میکنه. و عرفان‌های ادیان دیگه هم همینجور. خب من میخوام بگم که فرق عرفان رو با فلسفه هم چون اینجا نوشتم بگم که ضمناً گفتم عرفان یک روایت تجربی هست، فلسفه یک روایت عقلی هست. این ستا را اگر یادمون باشه به صورت خیلی خلاصه من اینجا دارم که روایت نقلی، روایت عقلی و روایت تجربی
از حقیقت. و بعد علمم که تکلیفش معلومه. حالا موضوعهای بعدی که چرا و چگونه شعر زبان رایج عرفان شده اینا رو میذاریم برای جلسات من اجازه میخوام که تا همینجا عرایزم رو تموم کنم و برگردم و در خدمتتون باشم. اگر سوالی چیزی هست بفرمایید، من در خدمتتون هستم. اجازه بدید که من چیز رو قطع کنم. آقای پریسکار،